سر راه غار دیم یه جای خیلی خوشگل دیدیم که با چوب کارهای دستی خیلی قشنگی درست میکنن و اون ور خیابونم یه رستوران سنتی کوچیک ولی خیلی باصفا دارن. میخوایم باشون صحبت بکنیم در مورد جاشون و اینکه چیکار میکنن. میره بالا. ازشون درباره کار و فضای زیبایی که ساختن سوال کردم. ایشون در پاسخ گفتن اینجا طی این سالها هم رستوران و هم خونه و محل زندگی ما بوده. اولش که این مکان رو راه اندازی کردیم مشتریهای زیادی نداشتیم و من در اوقات بیکاریم به جنگل میرفتم و از دیدن شکل‌های جالب چوب‌های درختان شگفت زده می‌شدم. تصمیم گرفتم که این چوب‌ها رو جمع آوری کنم و بهشون شکل بدم. اینطور بود که این فضا راه اندازی شد و من هم شدم نجار خود ساخته چوب‌های جنگلی. همسرم و بچه‌هام از مهمان‌ها و مشتری‌ها پذیرایی می‌کنن و اگر کسی باشه که پولی نداشته باشه در این استراحتگاه به صرف چای و گزلمه مهمان من و خانواده‌ام خواهد بود. در مورد اینجا این توضیح رو میتونم بدم که خانوادگی کار میکنن. خانمشون کار آشپزی میکرده و در واقع اینجا به مسافرایی که بین راه میرفتن میمدن چای و گوزلمه میفروختن که حالا گوزلمه رو میبینیم. ایشون کم کم با تکه های چوبی که از اینجا جمع آوری کردن شروع کردن این کارا رو انجام دادن و تماما به صورت در واقع خودجوش این کارا رو انجام دادن. آموزشی راجبش ندیدن. پسراشون و دخترشون بزرگ شدن، تحصیل کردن ولی همشون برگشتن اینجا دانشگاهشون رو تموم کردن و دوباره برگشتن و دارن کار پدر و مادر رو ادامه میدن. از خانوادهشون اینجا در واقع براشون به ارث رسیده. ایشون کلا میگن که به کارهای نجاری علاقه داشتن، تو مبلسازی کار میکردن و بعدش کلا با چوب سر و کار داشتن.